وقتی صحبت از کدنویسی میشه، یکی از مهمترین و ابتدایی ترین سوالاتی که ذهنمون رو درگیر میکنه انتخاب ادیتور یا IDE مناسبه، که البته با وجود ادیتوری مثل VS Code خیلی سریع به جواب این سوال میرسیم، چرا که هم کار کردن باهاش راحته، هم کم حجم و سریعه و اینکه کلی آپشن و فیچر و امکانات به درد بخور و کار راه انداز داره. تو این ویدیو میخوایم چند تا از شورتکات های کاربردی VS Code رو با هم مرور کنیم و ببینیم چطوری با استفاده از این شورتکات ها میتونیم سرعت کد نویسیمون رو چند برابر کنیم. شماره 1، باز کردن منوی سایدبار با استفاده از کلیدهای کنترل B. با زدن ترکیب کنترل B میتونیم این منو رو باز و بسته کنیم. برای باز کردن ترمینال همیشه لازم نیست از منوی خود ادیتور استفاده کنیم. میتونیم به جای این کار از کنترل بک تیک استفاده کنیم و با استفاده از اون ترمینالمون رو باز و بسته کنیم. فرض کنید یه تعداد زیادی فایل داریم و میخوایم یه فایل خاص رو بر اساس نام اون فایل پیدا کنیم. برای این کار از کنترل P استفاده میکنیم. داخل کادری که باز میشه نام فایل مورد نظرمون رو تایپ میکنیم و با اینتر کردن فایل به راحتی برامون باز میشه. داخل فایلی که باز کردیم میخوایم اسکرول کنیم. برای اسکرول کردن میتونیم به جای استفاده از موس و اسکرول بار از کلیدهای کنترل و جهتی‌های بالا و پایین استفاده کنیم. حالا فرض کنید میخوایم فایل استایل رو هم باز کنیم. برای این کار باید وارد قسمت اکسپلورر بشیم که میتونیم این کار رو با استفاده از ترکیب کنترل شیفت ای انجام بدیم و به فایل مورد نظرمون دسترسی پیدا کنیم. یکی از بخش‌های پرکاربرد داخل ادیتور قسمت اکستنشن هاست که میتونیم توسط کلیدهای کنترل شیفت ایکس وارد این قسمت بشیم و اکستنشن مورد نظرمون رو سرچ کنیم. ترکیب کنترل KZ ادیتور رو به حالت زن مود میبره. توی این حالت میتونیم کدهامون رو متمرکزتر ببینیم، روش تغییرات ایجاد کنیم و البته که تمام شورتکات ها توی این حالت هم قابل استفاده هستن. برای خارج شدن از زن مود مجددا از کنترل KZ و یا از کلید اسکیپ استفاده میکنیم. فرض کنید داخل فایل ایندکس که الان توش هستیم یه تغییر ایجاد میکنیم ولی فایل رو سیو نمیکنیم. این دایره سفید رنگ نشون میده که فایل سیو نشده. بعد میریم داخل یه فایل دیگه مثلا استایل. اینجا هم یه تغییر ایجاد میکنیم و باز سیو نمیکنیم. استفاده از کلیدهای کنترل KS باعث میشه که تمام فایل های سیو نشده ما به صورت همزمان سیو بشن. مورد بعدی انجام عملیات فایند اند ریپلیس هستش. فرض کنید که ما داخل یه فایل میخوایم یه عبارت خاص، مثلا یه متغیر یا یه کلاس رو جستجو کنیم. برای این کار کنترل F میزنیم و عبارت مورد نظر رو تایپش میکنیم. مثلا اینجا میخوایم تگ های A که مقدار hrefشون هشتگ قرار داده شده رو پیدا کنیم. میبینیم که اینجا 7 مورد رو برای ما پیدا کرده که ما میتونیم این موارد رو با اینتر زدن دونه بدونه ببینیم و پیمایش کنیم. و نکته بعد این که ما میتونیم با کنترل H زدن عمل ریپلیس رو انجام بدیم. مثلا اینجا میایم و داخل کادر پایینی به جای هشتگ آدرس گوگل رو تایپ میکنیم. بعد از اینکه تایپ کردیم، حالا اگر اینتر بزنیم میاد و یکی یکی برای ما جایگزین میکنه. و همچنین میتونیم کنترل آلت اینتر بزنیم تا هر 7 مورد رو به طور همزمان برامون جایگزین کنه. مورد بعد این که ما میتونیم عمل فایند کردن رو به این شکل هم انجام بدیم. فرض کنید که ما یه عبارتی یا قسمتی از یک عبارت رو داخل ادیتورمون سلکت میکنیم. بعد از انتخاب کردن قسمت مورد نظر، اگر کنترل F بزنیم میاد و اون موردی رو که سلکت کرده بودیم توی کل فایل برامون جستجو و پیدا میکنه. برای دیدن سری دوم شورتکات های VS Code ویدیو بعدیمون رو از دست ندید.